اینکه جزء این مذاکرات حداقل یک سری از خواسته‌های آنی همیهنانمون برآورده بشه. برقراری اینترنت و اتصال مردم به جهان آزاد. تأکید بر پایان دادن آنی اعدام‌ها در ایران، آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی، من خودم اینجا نمی‌بینم، چیزی نمی‌بینم، ولی حداقل کاریست که به عنوان اهداف فشار بر این نظام از تبعات به جای ما از کشورهای دموکراتیک و آزاد که ادعای پشتیبانی از حقوق بشر می‌کنند رو داریم و این پیام ماست به همین مقامات مسئول، چه در پارلمان چه در دولت. شما همیهنان عزیزم در تمام این مدت وظیفه و رسالت خودتون رو انجام داده اید و میدانم همچنان ادامه خواهید داد، ولی بگذارید که دنیا بفهمه که در روزی که ایران نجات پیدا خواهد کرد که این قطعی است، شکی در این نداشته باشید. ممکن است که اگر حمایت مستقیم از مردم ایران انجام نشود، مبارزه ما طولانی‌تر خواهد بود، دشوارتر خواهد بود، شاید تلفات بیشتری هم در راه باشه، اما ما همه حاضریم جونمون رو در این راه بگذاریم، به جون خود من. اگر دنیا نگران جنگ هست، اگر دنیا میگوید نگران از دست رفتن جان افراد بیگناه هست، اگر راست میگن چرا همچنان با این حکومت میخوان مماشات بکنن؟ چرا نمیان بعد از 47 سال رو خود مردم ایران به عنوان یک راه حل سرمایه گذاری بکنن؟ ایران رو پس میگیریم، ایران رو پس میگیریم، ایران رو پس میگیریم. از اون پشت هموطنان میگن که لطف کنیم بیاین پایین، خیلی ناراحتن از شیراز. خب خیلی ممنون. لطف کنیم بذاریم هموطنای عقبم بگیرن دیگه. شما حق داریم، ولی ببینیم اونا اینجا منتظرن. ما بدون پشتیبانی خارجی آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان نمی‌یافت. آقای محترم لطف کنیم. خب حرکت رفقانستا در شهرستان به نتیجه نمی‌رسید، یا با تقابل یا اکنون زلنسکی در اوکراین. مگه ما مردم ایران کمتر بچه ماها داریم اینجا باید مواظب باشیم، کار ما الان باید این باشه. خب مواظب بچه‌های اونجا باشیم. خیلی ممنون، قربان شما. کارمون درست نیست اگه خودمون با بچه‌های Let me now. Yes. Let me say a few words now in English for those of you who are standing together with my fellow compatriots in solidarity. People of Germany and probably other nationalities.